برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. به نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، درود بر شما تماشاگران عزیز گرامی. در برنامه همیشگی دیدگاه قرار داریم و امروز در مهمانی ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد محیدین کبیری حضور دارند. استاد را به این برنامه خوش آمدید میگوییم. سلامت باشید شاکر جان. منم در نوبت خود شما و بینندگانتون را خیر مقدم میگم، تشکر میگم برای این صحبت. یادتون باشد تقریبا چند روز پیش گلبدین حکمتیار، رئیس یکی از حزب اسلامی افغانستان، یکی از سابقه‌داران سیاست در افغانستان، گفت که تاجیکستان به مخالفان افغانستان پناه میدهد، از آنها جانبداری میکنه، با آنها کمک مالی سلاحی میکنه و این اعلان جنگ با افغانستان است و افغانستان میتواند، یعنی طالبان میتوانند یک جواب داشته باشند. آیا تاجیکستان فراموش کردم که با او اشاره کرد که تاجیکستان یک کشور کوچک، ناتوان، ضعیف، شکننده است و طالبان افغانستان را منطقه زیر نفوذ خود میدانند. به همه این فکر شما چی است؟ آیا واقعا درست است؟ ببینید، من به همچنین رهبر یک حزب سیاسی، تشکیلات سیاسی تاجیکستان میگم که به همه حزب و حرکت‌های نه تنها افغانستان، کشورهای دیگر هم ما احترام قائل هستیم و اونها رو احترام میکنیم تا اون وقتی که اونها ملت ما، کشور ما و منفعت‌های ملت ما رو هم احترام خواهند کرد. این ربط ندارد حالا به نفرانی که شما نام گرفتید. من نظری جناب آقای گلبدین حکمتیار رو خواندم، از رسانه‌ها دیدم و چرا میخوام در این رابطه بگم. ما تاجیکان نباید بازیچه دست دیگران باشیم و اجازت بدهیم که قضیه ما، مصیبتی که امروز ملت تاجیک دارد و واقعا یک مصیبت است که هر کسی بخواهد از آن سوء استفاده میبرد و این را همچنین ورق فشار برای رسیدن به هدفهای خودش استفاده میکنه. برای مثال همه میدونن که تاجیکستان واقعا کشوری فسادزاده دارای یک نظام دیکتاتوری هست. ملت پریشان، پراکنده، مخالفین سرکوب، یک خانواده همه چیز را در قبضه خود گرفته است و این ضعف ملت ما هست، کشور ما هست. از لحاظ اقتصادی ما ضعیف، وابسته. همه میخواهد بالای این سیاست بازی کند. بله. و هر کسی بخواهد برای مثال تاجیکستان را بترساند، مثلا نیروهای افغانستان، ما مردم تاجیک، مردم مظلوم و ضعیف تاجیک همون وقت به یادشان میرسد که بخواهند بالای حکومت رحمان و فشار بیارن. متوجه شده؟ بله. یعنی همون برادران و همون کسان دلسوزان تاجیکان، ما تاجیکان، بخصوص مردم مسلمان مظلوم تاجیک در افغانستان در زمان استاد برهانی ربانی و احمد شاه مسعود در سر قدرت بودن. خود همین دیگر دوستان هم با حزبای قویشون در سر قدرت بودن. الان هم طالبان سر قدرت آمدن، باز حزب و حرکت‌های هستند که قدرت و امکانیت دارند و هر کدام اینا میتوانستند به مردم مظلوم تاجیک در زمان خودش پناهگاه بدهند. این نکته رو هم بگم که در هجرت اول باید اعتراف کرد و قدردان بود که تمام حزب و حرکت‌های افغانستان، هم استاد ربانی، هم شهید احمد شاه مسعود، گلبدین حکمتیار، استاد سیاف، حتی دوستم و دیگر حزب و حرکت‌های مثلا هزاره های افغانستان با مهاجرین تاجیک خیلی رابطه خوب داشتن. حتی طالبان هم که بعدا به سر قدرت آمدن در دوره اول با تاجیکان، با مهاجرین خیلی رابطه خوب داشتن و من حالا با استفاده از این فرصت به همشون تشکر میگم. اما در مرحله بعدی همین را پرسیدنی بودم که استاد مگر جنوب تاجیکستان هم همین دعوا رو کرده نمیتوند که تو سالهای جنگ شهروندی به مخالفین ما پناه دادی؟
با امروز میگویی با نه اون زمان با مخالفین پناه ندادن. مخالفین تاجیک هجرت کردن، مجبور بودن، مرز رو دیگر کشته میشدن همشون. مردم تاجیک ده ها هزار فرار کردن و خوب هم بود که در اون زمان استاد ربانی و احمد شاه مسعود دیگر رهبران حزب حرکت افغانستان با آغوش باز ملت ما را پیشواز گرفت و 5 سال یا بیشتر از اون کمک کردند. اما ببینید که در مرحله بعدی بعد وقتی که منفیت‌های حکومت خودشون حزب حرکتشون تقاضا کرد، چه فشارهای بالای نهضت بالای ما تاجیکان آوردن که دیگر حتی همین امضای سازشنامه صلح هم یک مقدارش تحت فشاری حزب و حرکت‌های در افغانستان بود. اما برگردیم به همین موضوع روز. یعنی حالا وقتی که یعنی منفیت‌ها تقاضا میکند، بعد میآیند میگن که اگر برای مثال وقتی حکومت تاجیکستان از جبهه مقاومت افغانستان و رهبران آن مهمانداری میکند، امروز میزبانی میکند و آنها را پناهگاه داده است. من شنیدم که حتی پایگاه نظامی هم در فرودگاه فرخار را دادند و اینها، و بعد میان کمک یا پشتیبانی یا پناهگاه دادن به مخالفین تاجیک را، مردم مظلوم تاجیک را، همچون یک فشار بالای حکومت تاجیکستان استفاده بردن میخواهند. حالا که مسئله انسانی است، مسئله اسلامی هست. اگر واقعا هم میخواهند حکومت امروزه افغانستان به مردم مظلوم تاجیک کمک کند، این را گاه به خاطر نیارند که وقتی که میخواهند با امام علی رحمان تفسیر حساب کنند یا حساب خود را برابر کنند بعد ما به یادشان برسیم. نه، وظیفه مسئولیت انسانی و اسلامی خود را انجام بدین، به مردم مظلوم و مهاجر تاجیک پناهگاه بدین، همونطور که اروپای مسیحی به ما پناهگاه داده است. ببینید من این جمله را بگم، اروپا وقتی که به ما، نه تنها به ما تاجیکان، به همه انسان‌های دیگر، مسلمان‌ها، به خود افغان‌ها، ایرانی‌ها، به دیگران پناهگاه میدن، این را همچون شرط و یک ورقه فشار بالای حکومت‌های دیگر استفاده نمیبرد. اما مصیبت ما در کشورهای اسلامی این است که حتی همونهایی که دعوای اسلامیت و برادری اسلامی میکنن، ما وقتی به یادشان میرسیم که این رو میخوان همچون یک فشار بالای دیگران استفاده برند. شما یعنی با جبهه مقاومت پناهگاه داده در دوشنبه، ما هم با اپوزیسیون شما میتوانیم پناهگاه بدیم، نه اینکه میدهیم. میتوانیم بدهیم، حالا دادنی هم نیستن. ما تاجیکان از آن جمله در اپوزیسیون تاجیکان باید دیگه فریب این گونه شعارها رو نخوریم. یعنی ما حالا کسی در افغانستان یا جای دیگر صدا بلند کرد بگیم که ماشاءالله فلانی قدر غیرت اسلامیش بلند هست که ما به یادش رسیدیم. نه، ما به یادش میرسیم وقتی که خودش میخواهد با امام رحمان مسئلهش رو حل کند. اون که حل شد، باز اون مهمانی امام رحمان میشود، امام رحمان مهمانی او میشود، داد و گرفت تجارتی میکنیم. باز ما رو میگن شما صبر کنید، بله شما حالا ما مشکلی زیاد داریم، شما حالا صبر کنید. ما باید دیگه در فکر خودمون باشیم، در جستجوی پناهگاه در افغانستان و جای دیگر نباشیم، در جستجوی پناهگاه در داخل کشور خودمون، اون پایگاهی را که میخوایم با وجود بریم در داخل کشور باید با وجود آورد. درست است. یک افسر مستعفی تاجیک که در سابق در مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان کار کردگی بود، من سوالش دادم، گفت که حکومت تاجیکستان، حالا این مصاحبه روزهای نزدیک در سایت پیام نشر می شود، گفت که حکومت تاجیکستان او حکومت گلبدین حکمتیار نامعقول کرده است. تاجیکستان نه به پنجشیر کمک میکند، نه این خواهش رو دارد، نه سلاح، یگان چیز کمک نمیکند، نکرده است هم نمیکند هم، و این نیت رو هم داشته نمیتواند. و اگر تاجیکستان خواهشمند خوبی کردن به مردمی پنجشیر، به تاجیکستان افغانستان می بود، وقتی که آنها به سرحد آمدن، اقلا سرحد را باز میکرد، آنها میگذشتند، به آنها پناهگاه میداد. اقلا آنهای مادران با کودک خردسال به سرحد آمدند، راه نداد، چندین ماه در آنجا ماندند، گشته رفتند. اگر این خواهش رو میداد، اقلا همین چیزهای عادی رو اجرا میکرد که خواهش رو ندارد. گلبدین حکمتیار یک کمتر نادرست فکر میکند، درباره تاجیکستان بسیار بهای بلند داده است. ببینید، من
من قسما راضیم به این تحلیل به این فکر، اما نه ما نه جبهه مقاومت نه هیچ گروه دیگری که میخواهد برای آزادی و کرامتش مبارزه برد باید فریبی نه امام علی رحمان رو بخریم نه کشورهای دیگر را. و واقعا اشتباهی که از لحاظ استراتژی اشتباهی که برادران و دوستان ما در جبهه مقاومت افغانستان میکنن همین است که باز هم در این روزهای تقدیرساز ملتشون تکیه به یک نفره میکنن در تاجیکستان به امام علی رحمان که به ملت خودش رحم ندارد. اگر امام علی رحمان تاجیک را دوست می‌داشت، یعنی شعاری که ما تاجیکانی پنجشیر رو کمک میکنیم تاجیکستان افغانستان رو، اگر تاجیک را در اون دوست می‌داشت، تاجیک در روسیه مهاجر نبود، ما شما در اروپا نبودیم. بله. ما که نه پشتون هستیم و نه ازبک و نه یگان قوم دیگر، ما تاجیک هستیم. ولی چون تاجیک‌ها همه در روسیه مهاجر در جنگل ها زندگی میکنند، قسم دیگرش در اروپا، و این میاد شعار تاجیک دوستداری و پشتیبانی از تاجیک را در افغانستان بلند میکند و کسی به این گونه آدم باور کند، این یک ساده هست یا از سیاست بوی نبرده است. و بنابراین من امیدوارم که رهبریت جبهه مقاومت این فراست و فهمیش را تا این حد دارد، ولی اونا هم چون در یک شرایطی تنگ قرار گرفتن و حالا هر کسی هم که کمکشان کند آماده هستن که با اون همکاری کنن، حتی اگر شیطان هم باشه آماده هم با دیو و شیطان هم همکاری کنن. این وضعیت رو درک میکنیم. برای چی؟ برای که خودمون هم گاهی در این گونه وضعیت میافتیم. اما در دراز مدت از لحاظ استراتژی باید مردم بدونن و دوستان ما در جبهه مقاومت در افغانستان در همه گوشه دنیا که اون کشور هیچ رهبری دیکتاتور اون نتوانسته است برای رسیدن به آزادی و به کرامت انسانی و به حقوق بشر تلاش کند، مبارزه برد. وقتی چگونه شما در کشورتان میخواهید به آزادی برسید، به کرامت انسانی برسید، به انتخابات شفاف برسید و کمک میجوید از نفری که این رو در وجودش ندارد، در کشور خودش ندارد. این طبیعی است که یک اشتباهی بزرگ سیاسی است، استراتژیک است، ولی خب دیگر علاج ندارد. بنابراین ما هم یعنی برگردیم به همون موضوع سوال شما، نباید فریب این گونه شعارها و این گونه بیانیه‌های موقتی را بخوریم که گاه صدا می‌دهد. نه، ما الحمدلله که پیمان ملی نهضت اسلامی تاجیکستان به این حد بلاغت فکری و سیاسی رسیدن که دیگر بین حرف‌های صمیمی، عمل‌های صمیمی و شعارها فرق داشته می‌تونه. تشکر. یک سوال دیگر دارم. این سوال آخر نشست. به نزدیکی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یک خبری نشر شد که در تاجیکستان جناح نظامی مخالفین تأسیس می‌یابد و این رو اندری سیرینکا کارشناسی مسائل نظامی آسیای مرکزی در صفحه تلگرامیش نشر کرد. حالا ببینید، فرض کردیم همین جناحی اول بپرسم که آیا این احتمال وجود دارد یا نه. چیزی دیگر، اگر وجود داشتگی باشد، وقتی که همین جناح نظامی به میان آمد، پیمان ملی تاجیکستان او رو محکوم میکند یا دستگیری میکند یا که جانبداری میکند؟ چیکار میکند؟ ببینید، من میخوام موقع خود در این مسئله خیلی شفاف و روشن بگم، چون بعد پیدا شدن این خبرها منم چند تا مصاحبه ها داشتم و وقتی که انسان یک مصاحبه کوتاه میدهد فکر و نظرهای او گاه یا پره نمیرسد یا موردی سوء استفاده قرار میگیرد. بنابراین من میخوام در اینجا با استفاده از این سوال شما موقع خود رو خیلی شفاف و روشن بگم. اول اینکه پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر حزب و حرکت‌های ما در اولویت کار خود، یعنی پریوریتت فعالیت ما، این مبارزه مصالحت آمیز هست، بدون سلاح، دور از خشونت، و این یک موقع پرینسیپلی ما هست. همین بود که تا امروز ما در داخل کشور هم دست به سلاح دوباره نزدیم و حتی وقتی که مجبور به هجرت هم شدیم و حزب را بستن تا امروز برنگشتیم به سلاح. این یک مسئله که باید که دیگر موقع پرینسیپلی ما روشن باشد. مسئله دوم این است که آیا احتمال دارد که چنین اپوزیسیون مسلح در تاجیکستان شکل بگیرد؟ بله، احتمال دارد و روز به روز قوی‌تر شده ایستاده است. این احتمال برای آنکه حکومت جمهوری تاجیکستان تمامی کارها را کرد
تا اینکه هم اپوزیسیای مصالحت آمیز ناامید شود از مبارزه مصالحت آمیز خود، هم مردم ناامید شوند و در نتیجه یک فضا با وجود آمده است که با دیکتاتورهای مثل امام رحمان با این مبارزه دیپلماتی و سیاسی و رسانه‌ای کار یا نتیجه نمیدهد یا نتیجه میده خیلی طولانی که برخی ها صبر ندارن، بله. میخوان زودتر برسن و در زندگیشون این آزادی ملت رو ببینن. بنابر همین روحیه برگشتن به سلاح مجبوری از ناعلاجی روز به روز قوی‌تر شده است. ما این رو درک میکنیم، این رو حس میکنیم از صحبت با مردم، از پیام‌هایی که به ما میرسند و اون چیزی که سرین که گفت یک چیزی نو نیست. حالا من نمیدونم که با کی صحبت کرده است، معلومات از کجا گرفته است، از کجا گرفته است این رو نمیدونم، ولی این فضا رو من حس میکنم و خبر هم دارم و این آمادگی در بین مردم از اون جمله در زینه‌های پایانی پیمان ملی تاجیکستان هم هست که مردم میگن که ما چون علاج نداریم، نه اینکه خواهش داریم که بار دیگر به سلاح برگردیم، بلکه دیگر علاج نیست. یعنی به همین خلاصه رسیدن و این طرفداران این فکر روز به روز زیاد میشه و طبیعی است که هر حزب و حرکت چقدر رهبریتش مصالحت آمیز هم نباشد، خب بالاخره در یک روند طبیعی تحت تاثیر قرار میگیرد از یک طرف و اگر واقعا میخواد که با همین مردم باشد و با همین ملت باشد و به نتیجه برسد، نمیتواند فقط به خاطر آن که من یک مرتبه گفته بودم که هیچگاه به سلاح بر نمیگردیم تا آخر حیات همه چیز رو از دست میدیم و از همین گپ هم بر نمیگردم. نه، در سیاست چنین نیست. یک سیاست عاقلانه، یعنی این احتمال هم وجود دارد که بله، وقتی که ببینید شما وقتی که ملت، مردم و خود حکومت به سلاح برمیگردند و شما هم علاج ندارید که دست به سلاح بزنید نزنید، این یک احمقی کامل می بود. برای مثال حالا تا همین حادثه های اوکراین و افغانستان نه ما درباره سلاح گپ می‌زدیم، نه مردم صحبت میکرد، نه کارشناسی در این باره درباره بازگشت دیو مراتبه به سلاح اصلا هیچ کس حرف نمیزد. چرا؟ برای اینکه یک موضوع خیلی جدی بود که هم از اون پرهیز میکردن. اما وقتی که هجوم به اوکراین صورت گرفت و مردم اوکراین، مردمش، حالا حکومت وزارت توی قدرتی جای خودش، مردم خودش برای دفاع از وطن، از آزادی دست به سلاح زدن و آمدن مسلح شدن و همه این رو طبیعی قبول کرده است. و حادثه افغانستان وقتی که حکومت عوض شد، حکومت جدید آمد، حکومت طالبان تمام افغانستان رو گرفت از قندهار تا بدخشان. حکومت برقرار است، آرامی نسبی آمد. یک گروه از شهروندان افغانستان، جبهه مقاومت و دیگر گروه ها آمدن گفتن نه، ما مبارزه مسلحانه میبریم. برای چی؟ برای وطنمون، برای آزادیمون، برای که با این حکومت راضی نیستیم. تنها با همین راه میشود و آمدن دست به سلاح زدن. جبهه مقاومت پنهان نمیکند که از سلاح استفاده میبرند و هم مردم افغانستان با اون این حالا حداقل فهم درک رو دارن، میگن خب حق دارن. هم تاجیکستان، حکومت تاجیکستان، هم روسیه، هم غرب، هم امریکا، همه گفته شدن بله در شرایطی مثل افغانستان یک گروه مخالف میتواند و حق دارد که برای آزادی و رسیدن به کرامتش استفاده برد. برای راه دیگر وجود ندارد. در شرایط تاجیکستان هم ما تجربه مبارزه پارلمانی را داشتیم، انتخابات را داشتیم، حتی سرکوب کردن و زندانی کردن صبر کردیم، دست به سلاح نزدیم، تمام این مرحله را گذشتیم. چرا جبهه مقاومت افغانستان یک روز هم در انتخابات شرکت نکرده است؟ یعنی حالا طالبان میگن که بیا گفت و شنید کنیم، بیا صحبت کنیم، میگن نه ما شرط داریم برای گفت و شنید. با او حق داده میشود که سلاح بگیرد. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، پیمان ملی، دیگر نیروهایی که در انتخابات شرکت کردند، عضو پارلمان بودند، زندانی دادن، سرکوب شدن، تمام این تجربه رو کردن و باز میگن که بیاید گفتگو کنیم. طرف دیگر میگه که ما با شما گفتگو نمیکنیم. در افغانستان طالبان که در سر قدرتش گفته شده است بیاید گفتگو کنیم. یا گفتگو کنیم. در اینجا برعکس. بله، میاد در مشهد با رهبر جبهه مقاومت متکی بود، اون وزیر کار خارجه طالبان ملاقات میکند. میگه برگردید به وطن، شما عفو شدید، هیچ کس شما رو زندانی نمیکند. اینا برای گفت و شنید با طالبان
شرط میگذارن، بله شرط های پشکی دارن. مردم تاجیک، ملت تاجیک اصلا با رحمان هیچ شرط نمیگذارد، میگه با ملتت گفتگو کن، اول گفتگو کن بعد شرط ها رو میگذاریم. زندانیا رو آزاد کن. طالب زندانیا رو آزاد میکند، زندانیا رو رها کرد، گفت که بروید پنشری هستی، بدخشانی هستی، قندهاری هستی، زندگی کن، سلاحت رو بگذار، تمام دیگر. ببینید وقتی که با چنین شرایط در افغانستان به جبهه مقاومت به دیگر گروه ها حق داده می شود که برای رسیدن به آزادیش از سلاح استفاده کند، تاجیک چه عیب دارد؟ بله تاجیک این طرف مرز چه عیب دارد؟ حالا به تاجیک اون طرف مرز که اجازه داده می شود، تاجیک این طرف مرز چه عیب دارد، چی گناه دارد که به یک نفر سلاح بدهند، به یک تاجیک اون طرف مرز، فقط به خاطر اون که ضد طالب می جنگد. اما به تاجیک این طرف اجازت ندهند که از آزادیش دفاع کند. برای چی؟ برای که این طرف گلستوک دارد، سله و جامه ندارد، این ملو نیست. خب برای من فرقش چی است که من تاجیک آزاد، برای من هر کی آزادیم رو پامال کند، چی با سله باشد چی با شیم و کاستوم و با مثلا کراوات مثل ما، فرق ندارد، باید معیار یک باشد. بعد این حادثه ها ملت این سوال رو در نزد خودش گذاشت. من هم این سوال رو در نزد خودم میگذارم، شما میگذارید، دیگران میگذارن و آهسته این فکر قوی شده ایستاده است. و همین است که حالا حکومت تاجیکستان هم در یک حالت بسیار دشوار قرار دارد. یعنی وقتی میگن که شما با یک اپوزیسیای مسلح همسایه کشورت کمک میکنی و او را اجازت میدی که در خود که خودت فعالیت کند، پایگاه نظامی میدهی و به او حق میدهی که زیر حکومت کشور دیگر همسایت مبارزه برد، چرا همین رو حق را به اپوزیسیای خودت نمیدهی؟ باید به این سوال هم جواب بگوید. و حالا جواب ها گوناگونند. حکومت تاجیکستان یک جواب دارد، طالبان یک جواب دارد، جبهه مقاومت یک جواب دارد، ما هم یک جواب داریم. همه اینها رو در کنار بگذاریم. من خیلی ساده میگم، همون حقی را که اوکراینی دارد، همون حقی را که افغان دارد، تاجیک افغانستان دارد، همون حق را نه کم و نه زیاد تاجیک تاجیکستان هم دارد و باید داشته باشد. بسیار خوب. فقط اینجا ببینید وقتی که در تاجیکستان کوشش برپا کردن تظاهرات شد از جانب مؤسس گروه 24 عمر علی قواتوف، روزش رو هم معین کرده بودن، یادم نرود 10 اکتبر بود سال 2014 انا یکمین شده، اولین شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که شاید در همون زمان بیشتری تکیه به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، شاید رد کرد و محکوم کرد، گفت ما در اینجا اشتراک نمیکنیم و از این حکومت خیلی دلیر شد. من فکر میکنم جسارتی ظلم بر بالای مردم از جانب حکومت همین اشتراک نمیکنم گفتن نهضت بود، چون که اگر نهضت اشتراک میکنم میگفت میتوانست اشتراک کنه، چون که در یک انجمن نهضت یا که در یگان چورابینی های نهضت 5000-6000 نفر شرکت میکردند، مثل همین نیمی از همین چورابینی که تعدادی که اشتراک میکردند به کوچه ریزان بس بود. نهضت رد کرد، نمیبرایم گفت. حالا امشب روز جناح نظامی مخالفین تاسیس شده ایستادن، میگوید که نه ما با راهی آسایشته میرویم، ما در اونجا اشتراک نمیکنیم. شاید در همین جا هم نهضت که در سابق تجربه مبارزه مسلحانه داشت، شاید تکیه ملت به نهضت باشد، به خودی هم مخالفینی که بودن به همونها باشد. باز میگوید که رهبریت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باز میگوید که نه ما تا آخر با راهی چی میرویم؟ آسایشته میرویم. اما اینجا من شنیدم گفتید که بعضی حالت میشود میگوید که میگوید که مجبور میشوی سلاح به دست بگیری. اما در این حالتی که فرض کردیم به میان آمدن آنها و از یک حزبی که در سابق تجربه مسلحانه داشت از او امید داشتند و باز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان کناره‌گیری کرد، فکر نمیکنید که در این حالت باز هم به بقای
حکومت امروزه بقای با مدام حکومت امروزه خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سبب می شود. ببینید اگر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دعوتی که شهید عمر علی قواتوف 10 اکتبر 2014 کرد در اون انقلاب یا تظاهرات شرکت میکرد، این بزرگترین اشتباهی استراتژی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. چرا؟ چون که در میدان تنها میمون، هیچ کس نمیبرامد و شما خودتون شاهد هستید، دیده استودید و حتی شنیده استودید. امروز هم من صحبت‌های رهبریت امروزه برادران گروه 24 رو تماشا کردم، دیدم خودشون با زبان خودشون میگن که در همون شب روز وقتی که شهید عمر علی قواتوف دعوت کرد، در داخل رهبریت گروه 24 یگانگی وجود نداشت که آیا برایم یا نه برایم. در داخل خودشون و گفتن که بعضی گفتن که من اون وقت مخالف بودم، اما چون حرف ما رو کسی نمیشنید دیگر اعلان نکردیم، اما مخالف بودم و مخالف هستم با اون اشتباه بود. وقتی که خودشون میگویند کسانی که دعوت میکنن مردم رو که باید نبرایم و این اشتباه هست و نبرآمدند هم. یعنی حالا چرا میگن که نهضت اسلامی تاجیکستان نبرآمدند و اگر میبرآمدند همه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رهبریتش نه حداقل 30% اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میبرآمد. بله. من به این کفالت 100% میدم. برای چی؟ برای که فضا رو در داخل حزب نهضت میدونستیم، مردم با جوش آماده ایستاده بود، مردم ناراضی بودن از اون که ما سیاست صبر رو طولانی بد کردیم، زیاد افراط کردیم در سیاست صبر ما. اما چون خودشون که نبرآمدند و معلوم بود که برآمدنی هم نیستند و میخواهند که این انقلاب را از بیرون توسط حزب نهضت اسلامی تاجیکستان عملی کنند، اگر شکست خورد و ضربه خورد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میخورد و باز اینا میگن که خب ما دعوت کردیم، ما شما رو مجبور نکردیم که برایید. بله. یعنی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک طرحی که نه خودش شرکت کرده است و حالا بگذار خودش شرکت هم نکرده باشد، یک طرح عاقلانه و طرح پخته باشدش گپ ندارد. یک نفر مثلا با عقل‌تر از شما با تجربه‌تر میاد یک طرح رو پیشنهاد میکند، میگه خب بله درست است من میرم. اما وقتی شما نه در طرح شرکت کردید نه با شما مشورت کردن، شما در داخل کشور هستید وضعیت رو بهتر میدونید و یک نفر میاد که من فلان روز رو روز انقلاب اعلام کردم، خودت وظیفت همین است که باید شرکت کنی، اگر نکردی خائن هستی، تو ترسو هستی. بعد میگم خودت چی؟ من در بیرون هستم، من اینجا میشینم، حالا وظیفه خودت شرکت کردن. و خب این بزرگترین اشتباه نهضت اسلامی تاجیکستان می بود در تاریخش که الحمدلله این کار نشد. اما این رو هم باید بگم برادران خیلی روشن بفهمند، وقتی که یک طرح یک انتخاب روز خطا هست معنی ندارد که خواسته غلط است یا اشتباه است. نه، در آنه که برادران به این نتیجه رسیدن که جز انقلاب یگان راه حل دیگر نیست، در این اشتباه نیست، همه این رو میدونن. این درست بود و این درست هست، چون این رو همه میدیدن. اشتباه در آن بود که در کدام وقت در کدام شرایط شما انقلاب میکنید. انقلاب را هیچ کس روز رو اعلان نمیکند. بزرگترین اشتباه همین است. بله ما هم اتفاق نظر داشتیم. حتی من این رو هم بگم، بارها گفتم در یک صحبت خصوصی تر این رو هم بگم که یک هفته قبل از همون روز 10 اکتبر من به شهید عمر علی قواتوف پیام فرستادم و اون آدما زنده اند. آدمانی که پیام فرستادم زنده هستند و پیام فرستادم که برادر عزیز گرامی شما مشورت کنید، تعیین روزتون غلط است. انقلاب در اون تاریخ بشریت این گونه نشده است و نمی شود. روز رو تعیین نمیکنند. روز رو تعیین نمیکنند. حادثه خودش روز رو تعیین میکند. بله. و شرایط خودش تعیین میکند. شما همین که چند نفر شده در یک جا گفتید که ما روز 10 رو انتخاب کرده، خب این انتخاب شما است. دیگران وظیفه دار نیستن که به این انتخاب غلط شما پیروی کنند. خب ما وظیفه خود رو انجام دادیم، با آنها پیام فرستادیم، گفتیم برادر عزیز مسئولیت رو به دوش من پرتوید، بگید که کبیری ترسید، کبیری مثلا جرأت نکرد، اما روز رو تغییر بدید، با عقب پرتوید. در پیش انتخابات پارلمانی است، در پیش شرایط دیگر است، با دیگر بزرگان داخل ملت باید مشورت کرد، اما این کار رو نکردن. بنابراین من
این مسئله رو خیلی روشن میگم. ما در اونجا اشتباه نکردیم، برعکس این از یک اشتباهی بزرگ پیشگیری کردیم. دوم این که در اون هدف و در اون برنامه ها ما شریک هستیم، شریک بودیم و میمونیم تا امروز هم. اما سوم این که وقتی که پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت یا هر گروه دیگر امروز وقتی که ما به این نتیجه رسیده ایستادیم که جز قیام مردمی و اعتراض به این حکومت و برکنار کردن این حکومت با راه مصالحت آمیز یگان راه دیگر وجود ندارد، ما وقتی که این راه رو انتخاب میکنیم دیگر نیروها رو مجبور نمیکنیم، مسئولیت نمیتیم که شما حتما بیاید در این طرح ما شرکت کنید. اگر کردید بسیار خوب، ما خیلی میnnتدار میشه. اگر نکردید شما گناهکار نیستید، شما وظیفه‌دار نیستید. چون این طرح پیمان ملی تاجیکستان است، طرح نهضت است. این مسئله خیلی مسئله نازک است که بعضی‌ها خودشون طرح میکشن، خودشون پلان میکشن، دیگران رو وظیفه‌دار میکنن که شرکت کنن. اگر که نکردید تو خواهی هستی. نه، پیمان ملی تاجیکستان وقتی که طرح دارد، این طرح برای خودش است. برای چی؟ برای که ما این طرح رو با دیگر گروه مشورت نکردیم. اما اگر وقتی که مشورت کردیم و طرح مشترک شد، در اون شرکت اونها دیگر حتمی میشه، وظیفه‌دار هستند. اما این نیست که ما مثلا خودمون چی با راه مصالحت آمیز، چی با راه مقاومت نظامی، با هر شکلی اگر میخوایم وضعیت رو در کشور تغییر بدیم، اگر دیگران با ما کمک کردن میnnتدار میشیم، اگر نکردن با اونها تمغه خائن و ترسو اینها رو نخواهیم زد. برای چی؟ برای اینکه این طرح ما هست. بنابراین همین من میخوام این مسئله خیلی روشن باشد و دیگر سوی تفاهم و سوء استفاده از این حرفا نباشد. اما مسئله از همه آخر و مهم، ببینید وقتی که ما میگیم که ملت مجبور میشود که دست به سلاح بزند، برای چی دست به سلاح بزند؟ طرح اصلی طرح مقاومت مصالحت آمیز است. مردم باید قیام کنند با راه مصالحت آمیز، با راه دور از خشونت و سلاح. اما یک گروه از جوانان ملت باید تیار باشند، آماده باشند که از این طرح یا مبارزه مصالحت آمیز دفاع کنند. بله. این مسئله اینجا هست. بله. نه اینکه اینها بیان همین گروه خودشون از بر ضد حکومت بجنگن. نه، وظیفه این گروه جسور و شجاع جوانان ملت این نیست که با حکومت بیاد بجنگن. در مقابل حکومت انمون نیروهای بدون سلاح و مردم ایستند، با راههای مصالحت آمیز تظاهرات میکنن، قیام میکنن. چقدر که مردم بدخشان کرده ایستاده است امروز. بله. مگر مردم بدخشان مبارزه مصالحانه برده ایستاده است؟ نه، با راههای مدنی، شهروندی و دور از خشونت مبارزه برده ایستاده است. این گروهی که ما میگیم چون ناگزیر است، مجبور هستیم، با این حکومت دیگر خیلی نمیشود، باید آماده باشن که از این مردم بدون سلاح حمایت کنند. وظیفه اینا همین است. و هر وقتی که حکومت یک بیعقلی کرد، یک نوجوان مردی کرد، تاجیکی بگیم یا با اصطلاح حقوقی بگیم دست به عملهای غیر قانونی زد، یعنی استفاده از سلاح بر ضد مردم یک عمل غیر قانونی است، وظیفه این گروه همین میشود که بیاد از مردم دفاع کند، از با راه مصالحانه از مردم غیر مصالح باید که دفاع کند، چون دیگر راه وجود ندارد. و اگر حکومت که علیه اینا جنگه، دیگر وارد مرحله جنگ میشود. دیگر این مبارزه مصالحانه این جای بیت برگ نیست که شما شعر و ترانه بخوانید، دیگر طرف میکشد، شما مجبور هستید. مسئله باید روشن باشد، واضح باشد، با عقلانه باشد و به هیچ کس هم اجازه ندیم که از این صحبت‌های ما سوء استفاده برند و بگن که ما میدونستیم که شما هم تروریستا هستید، اکنون چهره خود رو آشکار کردید، یک عمر صبر گفتید، یک عمر مبارزه مصالحت آمیز گفتید، امروز گفتید که ما مجبوریم که با سلاح برگردیم. بله، شما مجبور کردید ما رو که با سلاح مردم دست به سلاح بزنند، برگردد. اما باز هم این سلاح برای دفاع از مبارزه مصالحت آمیز هست و امیدواریم که ضرورت برای استفاده اون هیچ وقت نخواهد شد. اگر مردم شجاع دلیری که امروز گفته ایستادن که با ما اجازه بدهید که ما مجبور هستیم که دست به سلاح بزنیم و خود را آماده کنیم، ما میگیم بله، دیگر مثل پیشینه ما پیش روی کسی را نمیگیریم، چون خودمون به این نتیجه رسیدیم که دیگر امکان ندارد با این حکومتی که همیشه از زور و از زوراوری و تقلب استفاده میبرد. اما بدانید که وظیفه شما
این است که از مردم مبارزی غیر مصالح دفاع کردن در این مرحله. حالا اگر مرحله بعدی که پیش آمد دیگر باز خود روند حادثه نشان خواهد. من باوری دارم که اگر این گونه جناح نظامی مخالفین اگر در تاجیکستان به میان آمدنی باشند، حتما با مخالفین، با فعالان، با دیگر چیها اگر شخصان آگاه و واقعا ورزیده در بینشان باشد حتما مشورت میکنند. مشورت ها شروع شدن، ما دقیقاً همین حرفا رو گفته ایستادیم. علاقه شروع شده هستند. یعنی ببینید وقتی یک گروهی منطقی به صحنه می آید و میگوید که ما دیگر راه نداریم که علاقه شروع شده است، ما موقعمون رو دقیقاً همین چیزی که الان با شما گفتم با آنها هم گفته ایستادیم. ما نمیخوایم در پس پرده با یک کس یک صحبت کنیم، با بیایم با رسانه صحبت کنیم. وقتی این گونه حرفا گذشت، من دقیقاً همین رو گفتم شما میخواید مبارزه برید، شما ناامید شدید که مبارزه سیاسی ما طولانی شد و نتیجه نمیدهد. گفتم بله خیلی خوب، ما شما رو درک میکنیم، اما ما تا همون وقت از شما پشتیبانی میکنیم، همراه خواهیم بود که شما این سلاحتون رو زیر مردم و ملت استفاده نکنید و هدف شما دفاع از مبارزه مصالحت آمیز باشد. بله. مردم خودش علاقه آماده شده ایستاده است. یعنی رهبریت پیمان ملی تاجیکستان میدونند که آنها کی هستند. ما رهبریت آنها شخصیت های اساسیش رو نمیدونیم، اما پیام ها که میرسد صحبت میکنیم. خب طبیعی است که من خودم مستقیما صحبت نمیکنم، ولی این صحبت ها بعدا اونها یکون جنایتکار نیستند که ما با اونها صحبت نکنیم. اونها فرزندان این ملت هستند، در داخل دوشنبه هستند، یعنی در داخل سیستم و نظام و در داخل وطن هستند. ما منظورم با کسانی صحبت میکنیم نیست که در خارج باشن، نه، در داخل وطن هستند، در اطراف هستند، فرزندان این ملت هستند و اونا هم هنوز به معنی نیست که آمدن علیه مصالحه شدن، نه، این امکانیت رو دارن و در این فکر هستند و میخوان نظر دیگران رو بگیرن و نظر ما خیلی آشکار و شفاف است که با این شعارهای تند و رادیکالی اکستریمیستی دور نخواهند رفت و حکومت هم خیلی زود تلاش خواهد کرد که از روز اول اینها رو تروریست معرفی کند، اینها را کوشش میکند که بیشتر جنبه دینیشون رو قوی‌تر نشان بدهد، برای آنکه هر چقدر که اونها شعارهای دینی رو بیشتر پرتافتن همون قدر متهم کردن آنها با تروریسم آسان‌تر میشود، همون قدر بیشتر اونها رو در انزوا خواهند گرفت. یعنی یک گروهی آزادی خواه نیستند و اینها یک بله، مثلا میگن که ادامه همون داعش و طالبان و القاعده هستند. بله. و دیگر در اون صورت نه غرب، نه شرق، نه اروپا، نه روسیه، نه چین با اینا، نه ایران و ترکیه همکاری نخواهند کرد. بله. اما وقتی یک نیروی مسلح می آید، منطقی هست، دور از این شعارهای رادیکالی و مذهبی و هدفش هم مشخص است، آزاد کردن ملت از این ظلم و کمک و پشتیبانی و دفاع از مبارزه مصالحت آمیز مردم تاجیک. خب این رو دیگر متهم کردن با تروریسم، اکستریمیسم و با اینها خیلی دشوار است. ما با اونها گفتیم که اگر هدف شما هم برنامه شما هم همین است، نه تنها ما، ملت هم با شما همراه می شود، کشورهای دیگر هم شما رو درک میکنن، شرق و غرب هم با شما خواهد بود، اما شما باید بگید که نه، ما مسلمانه، ما تنها با شعار اسلامی، تنها با هدف اسلامی باشد، تو مسلمان هستی، ما هم مسلمان هستیم، اما شرط نیست که حالا دیگر تمام دنیا را بیاره به اون سمتی که یک بار تجربه شد. دنیا از داعش پشتیبانی نکرد، دنیا از القاعده نکرد، امروز طالبان هم اگرچه حکومت دارن در محاصره قرار دادن، مجبور شده ایستادن که تغییر کنن. خب چه ضرورت داره که ما تاجیکان فقط به خاطر اون که ما مسلمان هستیم و کشور ما کشور اسلامی است همون اشتباهی را کنیم که دیگرها کردن؟ خب یک کمتر عاقلانه تر، یک کمتر منطقی تر باید رفتار کرد و اگر هدف ما واقعا هم آزادی و کرامت است، باید که راهی را برویم که ما رو به نتیجه برساند، نه راهی را طی کنیم که دنبال شعارها و خواستهای خودمون بریم اما در آخر شکست بخوریم. درست. تشکر زیاد. تماشاگران عزیز، اینجا با استاد وحیدین کبیری که طول این ساعت ها با ما بودند و امیدواریم که به همه سوال های خود من خیلی قانع شدم به جواب ها و امیدوارم که شما هم قانع خواهید شد و تماشاگران عزیز من بعد همین طور این گونه صحبت های ما ادامه میکند با شخصان سیاستمدار، شخصانی که
برای بهبودی تاجیکستان کوشش میکنن، غیرت میکنن و فعالیت برده ایستادن. ما با آنها حتما این گونه صحبت ها می‌آوریم و پیشکش شما میگردانیم ما رو پیگیری کنید. سلامت و سربلند و پیروز باشید. خوش آمدید. خدا نگهدارتون. سلامت باشید. سلامت باشید. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه